قشنگ یادمه یه بار شجاعت پیدا کردم رفتم دم هنرستان، همون دم در اونا. خب ناظمشون اومد با مامورای کلانتری اومدن و خب من رو مورد هدایت قرار دادن. گذشت یه مدتی گذشت، اینجا خیلی واضح بود. اتوبوس اومد منتها این دفعه دیگه دوتا نبودن، یه اتوبوس خراب شده بود، نصف دخترونه بود نصف پسرونه. من که فهمیدم سریع رفتم اون وسطی که هست که مقداری نزدیکن به ولاغ مدیری. اونا که سوار شدن یکی از این دخترها اصلا من آقای ما رو اذیت میکنه. راننده هیچ حرکتی نکرد، سکوت، مستقیم رفت تو حیاط کلانتری. و من تو اونجا گیر کرده بودم دیگه، من اون وسطه بودم، یه جایی انتخاب کردم که هیچ راه در روی نشم. از پنجره این ماهی‌ها هستن تو آکواریوم نگاه میکنن که کی میخواد شکارشون کنه. قشنگ راننده درو باز کرد، دوباره زد که بسته شه کسی نره بیرون. با مأمور کلانتری جلوی پنجره داشت منو راهنمایی میکرد، من آوردم پایین و دوباره مورد هدایت قرار دادم. سحرخیزی؟ بله. خیر.